لیکن فقط همون سوال تروان کو انشاءالله کفایت میکنه. السلام علیکم. به چشم ها دور و به دل ها نزدیک اکای حاجی میرزا، ما یک گروه خواهران اسلامی شما از شهر نارد می باشیم. اولا خداوند شما را و اهل عائلتان و مسجد محمدی شما را در پناه عصمت خودش نگه دارد، خصوصا خلق کولابه. التماس با سوال من جواب دهید. من میخواهم که قرآن بخوانم ولی ذهن من سست است. در حق من از منبر رسول اکرم دعا کنید. خب خداوند ذهن شما را بازم قوی گرداند و برای شما خداوند قرآن خواندن موفق گرداند. زنی که سطر باشد نمازهایش را خواند ولی قرآن نخواند، التماس جواب دهید. خوش به حالتان خواهر عزیز. اگر شما قرآن خوانده هم که نتوانین صاحب سطر و حجاب هستین، خوش به حالتان. خدا شما را همیشه در رحمت خود شامل گرداند و کوشش کنید خواهر عزیز که از جمله قرآن خوانها باشید، مثل بعضی جوانای ما بی پروا نباشید. دویم زنی که سطرش را گیرد دویم باره کند، خدا او را میبخشد یا نه؟ مثلا یک بار سطر میکند بعدا باز همون لباس هاش میپرتاید، باز مقصد در دل که نور ایمان است، محبت از الله و الرسول است، باز همون دویم باره استفاده میبرد. الله او را میبخشد؟ بله الله او را میبخشد. خب اکای حاجی میرزا، من یک خواهر اسلامی دارم، 2 سال شد که فرزند نمیکند. التماس در حقش از منبر رسول اکرم دعا کنید که صاحب فرزند صالحه گردد. در حق پدر مادر من و اهل عائله من از منبر رسول اکرم دعا کنید، خصوصا در حق من و خواهر اسلامی که مخلص اشدی شما هستیم. خداوند شما را نگه دارد. ما دعا میکنیم که مسجد محمدی شما مثل صحابگان پیامبر صفشان زیاده گردد و ما در حق شما دعا میکنیم. خداوند اون خواهر هم صاحب فرزند سالم و صالح و پدر و مادر و اولاد و اجداد خداوند گذشته باشند، رحمت و مغفرت، زنده باشند. خداوند خاتمه کارشان به خیر گرداند. آمین یا رب العالمین. داملای عزیز، در تلویزیون طالع نامه میگویند که مگر فالبینی نیست، یعنی حالا که فالبینی در دین اسلامی ما اجازت نیست. برنده ها میگویند که ستاره ها این گفت اون گفت. شما داملای عزیز بگوید که این سخن ها راستن یا راست نیستن؟ نه دروغن. او طالع نامه گفتگی خودش یک فال دروغ است. و این خاطر وای ستاره میگوید، مهتاب میگوید، آفتاب میگوید، اینا هیچ کدامش اعتبار ندارد. مبادا یکی شما به همون با توجه گوش ناندازین که گناهگار میشوید. فهمیدید دادر عزیزان؟ هیچ وقت او ستاره ها میگویند فلان میگوید، این یگان اساس ندارد. اینا برعکس دروغ است همه اینا، هیچی اونا گفته نمیتونند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال از تستقوز خوجند. یکم سوال: کنز الحسین چه کتاب است؟ آیا خرید و فروش او و استفاده او، پول او، حج از پول وی می روند درست است یا نه؟ نه درست است برادر عزیز. کنز الحسین همه شما می دانید که کتابی هست که بسیارتر گویم با او دلگرمی ها و دلخنکی ها همه از همین کنز الحسین است. به این خاطر این خرید و فروش جایز نیست دادر عزیز. پولش هم برای شما حلال نیست و آن کسانی که حج می روند حساب کنند که حج از گردنشان ساقید، لیکن پاداش حج در نامه اعمالش نیست. عبادت میکنی لیکن خالی از اجر هست. برای همین اینا جایز نیست اینها را خرید و فروش. دوم، یک داملا در طرف شمال جمهوری هست، کم طرف خود چون کردن، خب تمار میدهد، میگوید که در 150 کار کشایش میدهد. حقیقت دارد یا ندارد؟
راستی بر من همون تمام کتاب‌هایی که هستن اونا را از نظر گذرانیدگی هستن، لیکن تا حال در یگان نسخه وی نخواندم که در 150 یا 200 کار شما کشایش باشد. اینا نبودن در کتاب‌ها، اینا خودی بافته همونا هست که خریدار زیاد شود. این دیگر یگان معنا ندارد. فقط خدا رحمت کند صاحب فقه السنه را سید سابق در کتاب خودش میگیره که اگر آیت قرآن باشد در همون نسخه های تماری که می نویسند، اگر همون آیت قرآن باشد اجازت میدهد. دیگر هر گونه رقم ها و سخیمه هایی که در کتاب آوردن اونا را کلا از جمله شرکیات میداند و اونا را گفتن دربر نکنید. السلام علیکم داملای عزیز و محترم حاجی مرزا. ما یک گروه زنان محله شهر دوشنبه که زنان اسلامی هستیم با شما با مراجعت آمدیم. شوهرم 18 سال باز به قمار و کازینوهایی که در هر یک قدم شهر جایگیر است بازی های بی معنی میکند. در ما نه خانه نه چیز ماند. چی مصلحت میدهید؟ در هر نماز جمعه ما برآمد شما را گوش میکنیم. شما درباره حرمت زن و مرد میگویید، ما همه این گفته های شما را اجرا میکنیم، لیکن شما بگویید آیا مردی که مینوشی و قماربازی کرده فکری زن و فرزندشان نمیکند چی باید کرد؟ داملای محترم کمی درباره این گونه مردان کمی هم که باشد سخن بگویید. التماس با ما زنان اسلامی یک دعای دهید که از راه بد بگردند، با راه راست این شوهرهای ما روند. با احترام یک گروه زنان از شهر دوشنبه. خداوند بازم توفیق و هدایت شما را بیشتر سازد و خداوند باز هم ایمانهای شما را خواهرای عزیز قوی‌تر گرداند، زیرا ایمان داشتن شما، حیا داشتن شما، خدا ترسی شما این بسیار بسیار در عائله در خانه نقش خیلی بلند میبازد. خوش به حالتون خواهرای عزیز، خوش به حال آن خواهری که خدا را میشناسد، خدا را عبادت میکند. خوش به حالت. انشاءالله تو وقتی با خدا نزدیک باشی، تو وقتی با رسول نزدیک باشی، تو وقتی صاحب جای نماز باشی، فرزندهای تو هم فرزندهای با تربیه هست. شوهر تو مثل که در جنت چگونه راحت است در دنیا همون راحت از پشت تو میبینه. زیرا که زنی خدا ترس، زنی به خدا نزدیک همیشه چی است؟ پایبند احترام شوهرش است. خوش به حالتون. لیکن منم خواهر عزیز در عقیده شما هستم، چگونه که شما درباره احترام زن و مرد گوش کرده باشین. من حقهای شما را برای تمام شنونده ها بیان کردم و مسئولیت خود ما انشاءالله از گردنم دور کردم تا که تمام مردها دانن و شنون که زنها هم بالای اونا حق دارند. خدا را شکر من رسانیدم. لیکن امروز اون مرد که زن دارد و پایبند مینوشی است، قماربازی است یا کازینو هست یا گویم با دیگر کارهایی که اسلام ما جانبدار نیست، وقتی وی پیرو می شود، خواهر عزیز این نشانه بدبختی خود همون مرد است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود، تا قیامت برای مردهای امت خودش از روی وعید بس است. ای مردهای امت، ای بنده های خدا، الله بیان بکند اگر یک سامان تو که ما او را برای اهل اولاد تو به تو نصیب کرده بودیم، تو اگر در راه نادرست صرف کردی، برای شرمنده شدن تو در روز قیامت انا همین بس است. گفته یک سامان تو برادر عزیز، خدا مبلغ برای ما نصیب میکند که ماها باید گویم برای آبادی خانمان، برای فرزندهامان، برای عائله هامان این پولها را صرف کنیم. این پولها برای قماربازی و برای مینوشی و
برای در کازینوها صرف کردن و برای ناس و سیگارت خریدن نیست برادر عزیز. اینا ما در پیشگاه خدا جواب داریم. به خدا قسم حبیب خدا صراحتا گفته ایستاد برای شرمنده شدن تو در میدان قیامت انا همین حدیث گفتم بس است. بسیاری بسیار نادرست است برادر عزیز. بیاین اکنون ما بیدار شیم انشاءالله. باید دیگر اکنون عقلهای ما و شما بسیار باید بای باشد، ذهن ما باید بسیار کشاده باشد. یک بار دیگه با یاد شما بیارم یک فاتحه رفتیم که فاتحه خودشم از اسلام نیست، لیکن تا حال چکار کنیم که بنده های خدا گفت اون صوفی علیار خدا رحمت کند بنده بودی ولی زنا مردی بندگی را به جا آوردی. بنده بودی نامدن بنده خدای ها بنده خدایم، لیکن تو نامرد میگوید بندگی را به جا آوردی. ما میگیم فاتحه از اسلام نیست. فاتحه روز به روز با صورت دارد. پنجشنبه از اسلام نیست. رفته خورده استم بی پروا نمیترسن. 7 از اسلام نیست. مردم رفته این خیره کو او خیر نیست. وای مذهب من میگوید، کتاب من میگوید. برادر عزیز و گرامی، مرد که آخی شما ما نمیخواهیم که به نام الله شما را یک تا سخن سخت گوییم. ما را چی بلا رسیده است؟ و خدا تعالی در قرآن الرجال قوامون علی النساء، تو در خانه بالای زن، حکمران زن وزیری توست و تو پادشاه او هستی. اگر میگویی آخی ممکن است برادر عزیز نکن این کارا، این خیلی زنک گفته که زنک کردیسته و پیشگاه خدا در فردا همینه دلیل ما، همینه حجت ما که زنم گفت میشه آدمی. برادر عزیز باور کنید پایبند این نشویم، گناهگار میشیم به خدا. به خدا گفته ایستادم به خدا کفارت دارد. مردک فاتحه کرده در خانه، فاتحه میریم. اون زمانه اکوالی با منعش نبود، این گپ و چپ و گویم که اینا نبودن. خنوکای زمستانای در بالای دسترخوان شرم نکرده خیلی بیچاره در عمرش ما را ندیده باشه، او در عمرش مسجد نیامده باشه. چی میداند که مثال مسجد چیه؟ مثال چی میداند که ملا چیه؟ چی میداند که خدا را برای چی فرستاده است؟ در بالای دسترخوان 2-3 شیشه عرق ماندگی فاتحه. وقتی ما نشستیم پشتمان طرف همون تیریزه، آینه های همون تیریزه آینه نداره خانش، از پس همون شمال آمده گردنامون خورده زه، در دسترخوانش عرق داره. و تا از شیشه عرق آوردن آخر کودکی تو از تو چی عبرت میگیره؟ ای بتمیز آخر وای مثال تو شیشه خانه تا آباد که کودک تا خنکی نزنه و تو بیمار نشوی. برای همین برادر عزیز و گرامی سومه ها را در این راه صرف نکنیم. علاوه خصوص مادرای کله‌ها صدای مرا میشنویم. من به شما مراجعت میکنم چیکار کنیم که امروز لجام خانه در دست شما بوده است. شما حق از خدا ترسین. اینا نترسیدن، اینا اجرا نکردن، اینا با سخن رسول و الله و خدا رحمت کنه مجتهدای ما را، چه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه در دلالمختار چه بیانی خوب کرده، چه خدا رحمت کنه محمد عمر سربازی منبع العلوم که نو فرستاده، چه خدای نظر فتاوای محمودی در این کتاباش همه مذهبی هستند در این باب بیان کردن. به این خاطر خواهر عزیز از این مسئله ها مردکاتان نگه داریم، همینا را نگذارین که بیچاره مثال خیلی به یه حال 1400 میآوند شما با نادرست سرشان که هم شما هم اینا در پیشگاه خدا جواب دارن. خوب برای همین خواهر عزیز منم جانبدار تو هستم. ما درباره عرق نوشی، درباره قمار چه برآمدهای خیلی گوییم پر تأثیر و سختی را بیان کرده بودیم که تا که شاید یگان برادر ما گوش اندازه و از همین راه گردد.
ما به همین خاطر اون اینقدر گویم که سخت‌تر برآمدهامون بود. لیکن خواهر عزیز دعا کن که خداوند از این راه بد گرداند. فقط دعا کن. ما هم جانبدار نیستیم. ما هم میخواهیم شما صاحب خانه باشین، صاحب گویم که خانه های زیبا باشین، دسترخانکاتون از همه شرایط بای باشد. ما جانبداری او هستیم. همین مردهایی که در نزد من میشینن همگیش ما دعوتی بر همین داریم که برادر عزیز و مهربان فقط پایبند کار باش، خاندان تا آباد نگه دار. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من یه سوال دارم. سوال من همین است که شما در مسجد شکرخان در نماز جمعه امر کردید که روز قیامت تا 4 سوال را بنده جواب ندهد از قبر بیرون نمی شود. همان سوال ها از جانب خدا به سوی بندهش چی بود؟ جواب گوید. خدا همه دامله های تاجیکستان را نگه دارد. خدا شما را نگه دارد. ما در مسجد شکرخان بله همین نزدیکی قطع یک برآمد داشته بودیم که بعضی از برادرها شاید بودن. همونجا گفته بودیم لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمره فیما افنا و عن جسمه فیما ابلا و عن علمه فیما فعل فی و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه. اکنون من مختصر میگذارم برادر عزیز، فقط شما فهمین که از 4 سوال خداوند روز قیامت ما را در نزد قبر با میپرسد. حال قدم نازده. یکم عمر در کدام راه صرف شد. خب اینا را که سوالی هست که شماها باید چیکار کنیم؟ همه کسا تیار کنیم. عمر در کدام راه گذشت. دویم سوال جسم، دست ها، پایه ها، چشم ها، گوش ها در کدام راه خدمت کردند. دویم سوال. سوم علمی که به تو داده بودیم علم پنهان کردی یا علم از بنده های خدا ترسیدی و حقش نگفتی، یا علم فقط برای درآمد جیب خودت استفاده بردی، یا با علم مردم همه را تلاطم انداختی، اختلاف انداختی، فتنه انداختی، مردم به گروه ها تقسیم کردی. از علمت خدا میپرسه. عن علم فیما فعل فی، از علمت میپرسیم چیکار کردی با این علم. چهارم از مال پروردگار میپرسد. 2 سوال از مال. 2 سوال است. من این اکتسبه و فیما انفقه، از کجا منبع درآمد داشتی، در کجا صرفش کردی. اینا را ما باید تیاری داشته باشیم. انشاءالله این بسیار شرح کلام طلبی یک جمعه قطعا بود نمیشود، لیکن انشاءالله فکر میکنم که برای ما و شما کفایت میکنه. خب السلام علیکم داملای عزیز. من سرتراش هستم. وقتی نماز جماعت آمد که یک شخص برای موی سر در آمد، جماعت روم یا با او باشم؟ برادر ما بسیار بچه که خوب انسانی مسلمان بوده است، ایماندار بوده است، فقط ساده بوده است که مثال وقتی که نماز جماعت می آید مثلا همون کلینتی ما گوییم وارد سرتراشخانه می شود، پای نماز جماعت شوم یا برای 2 سامانی جماعت ترک کنم؟ سوالش همین است. برادر عزیز و گرامی، الحال من در ابتدا چی گفته بودم؟ به تخت و تاج و رنگ و آب این فانی چی می نازی که بعد از مدت اندک به خاک دهر یکسانی. البته انسان باید که هیچ وقت گویم به خاطر 2 سامان یا به خاطر 3 سامان نماز جماعت را ترک نسازد. البته همه وقت ببینین پیشتره ها مردم ما چی میگفتن که کار آخرت را از کار دنیا مقدم دانستند. مقصد وقتی کار آخرت که آمد ما ها باید چکار کنیم؟ کار دنیا ما را ترک میسازیم و از پی کار آخرت ما میشیم. برای همین برادر عزیز شما پایبندی نمازی با جماعت باشین. دوم سوال، خواب در حالت جنابت درست است یا نادرست؟ مثلا حالت جنابت وقتی انسان
شب با زن خود خانه‌داری میکند، پیش از آنه که غسل کند خواب کند با همون گویم جسم جنابت، یا که اول غسل کند و بعد خواب کند؟ شرطش چگونه است؟ میگوید نزد سعید ابن مسیب و نزد سفیان ثوری و نزد امام ابو یوسف رحمت الله علیه غسل کردن پیش از آنه که تو خواب کنی مباح است. مقصد غسل کنی نکنی باکی ندارد، حضرت بیان کردن. خب لیکن نزد چهار امام چه حضرت امام ابو حنیفه، چه حضرت امام مالک، چه حضرت امام احمد حنبل، چه شافعی، گوییم که غسل کردن مستحب است. مثلا شما در حالت اگر جنابت باشین خواهین که خواب کنین و غسل نکنین، شما در اجازت است که خواب کنین. و الا اگر مستحب گفتن، چهار امامان مستحب گفتن اگر رفته طهارت کنین و آمده بعد خواب کنین اینش با بهتر گفتن. و الا اگر نکرد و خوابم که کرد و ما گناهگار نمیتونیم شماریدن. خب سیوم سوال دادن سلام به آدم جنوب چه است؟ سلام به آدم جنوب چه حکم داره؟ اصلا خود جنابت این گویم که نجاست حکمی است، یعنی اثر همون نجاست در ظاهر آدم آشکار نیست. و این خاطر امام نووی رحمت الله علیه صاحب یعنی شارح صحیح مسلم میگوید اعضای آدم جنوب اعضای زنی که در حیض است، اعضای زنی که در نفاس است، یعنی اینا اعضاهاشون درست است، حلال است، سلام با اینا باکی ندارد. و این خاطر با آدم اگر جنوب هم که شما سلام هم که کنین شما گناهگار نمیشوید. امام نووی شارح صحیح مسلم خدا رحمت کند بیان کردن. السلام علیکم حاجی داملا، خدا شما را حفظ نماید. سوال مرا جواب گویید. یکم، فتنه به تاجیکی چی معنی دارد؟ دویم سوال، یک دیسک گوش کردیم در دوشنبه یک نفر از برنامه نور از امریکا به نام اسمت الله مطهری گفت که شعبه ابن مغیره زناکار است. استغفر الله. شعبه ابن مغیره پیغمبری خدا را که اینا گویم حبیب خدا ماها را تأکید دارند که به اصحاب من نزدیک نشوید، اصحاب من را دشنام ندهید. و حتی این بزرگی خدایی که نام ایره اون شخص همچو زناکار گرفته است که خیلی انسان بدبخت بود. از من فکر میکنم که وی شیعه بوده است، هیچ وقت وی اهل سنت نیست. به این خاطر زیرا که این صحابه پیغمبر از جمله آن کسانی هستند که در زیر همون وقت صلح حدیبیه در زیر همون درختی که بیعت الرضوان صورت گرفته بود در سوره فتحنا پروردگار گفت من از آن مؤمن هایی که در زیر درخت به تو بیعت کردن من از اونا راضی شدم. الله از اونا راضی شد که این صحابه پیغمبر هم در زیر همون درخت با پیغمبر بیعت کرده بود. این انسان و چی میگوید؟ این زناکار است. این بدبختی هست برادر عزیز و گرامی. برادر عزیز، من جمعه گذشته به شما گفته بودم همین دیسک هایی که بحث ها نویسندگی، همین دیسک هایی که خیلی گویم در داخل اونها انسان وقت گوش میکند ناراحتی و خیلی گویم بدبختی های زیاد در داخل اون میبیند. برادر عزیز از اینا دور باشین. باور کنین در پیشگاه خدا گناهگار هستین. شرم ناکرده با بعضی هاش دیسکا را در مردم به پول تقسیم میکنن. تو برای مردم دیسک تقسیم کن درباره زنا باشه، درباره عرق باشه، درباره حرمت پدر و مادر باشه. چی بوده است؟ یک عالم یک جاهل دیگر تنقید کرده است، اینا خرسند شدن و باید تقسیم دارند. از خدا نمیترسید؟ اینا را گوش نکنین، اینا را حتی قبول نکنین.
خدا در قرآن سوره نور دا چی بگوید؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. ببینید چی بیان میکنه پروردگار؟ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. خدا میگه آن کسانی که وقتی که یک چیز فتنه باشد، یک چیزی که به فایده دین نباشد و یا در دست مردم تقسیم میکند، اینها در پیشگاه پروردگار در عذاب علیم روبرو میشوند. برادر عزیز و گرامی، کیست همون انسان بی خطا و بی سهو که کجاست همون آدم؟ از همین مسجد ما برادرها خیلی خودشون ثبت میکنن شاید قریب تا 200 تا کسیته ها برآمده باشد که در داخل اونا سهو و غلط نیست. در ده ها جای اون ما لغزش کردگیم، خطا کردگیم، خود مانگوش کردگیم. بعض برادرها در خلوت آمده ما را خطایامون گفتند، ماها اصلاح کردیم، ما قبول داریم. آدم به غلط و به خطا نمی شود. تا جایی که سیر یک آدم شما پوشانین او را باید سیرش آشکارا کنیم. ما هر روز بین عصر و شام همینجا یک نیم ساعت موعظه دارم. حدیث خواندم از بخاری، اگر کور نباشی همون صحیح بخاری را بخوان. حبیب خدا گفتن من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. ببین یک آدم مرده را اگر کدام شما شستین، یک مرده را وقتی تو آب گرفتی و مرده را میشوی، پیغمبر خدا گفت وقتی در جسم همون مرده تو کمبودی ها دیدی، مثلا تو را آدم نقصان بسیار دارد، همون کمبودی های همون را اگر تو پوشانیدی الله 40 مراتبه تو را مورد مغفرت قرار میدهد. 40 مراتبه و 40 بار گناه های دنیا و آخرت می بخشد. مرده را اگر تو بشرطه که کمبود چه بپوشانی، ولی زنده را کجا ما بیان کنیم؟ اینا برای خود چیکار کردن؟ اینا برای خود اکنون نمیدانم این چی وظیفه باشد، این چی مسئولیت باشد، این چی مقصد باشد. یا فکر میکنی خدمتی در اسلام است؟ بسیار بدبختی از دارد. اصلا باور کنین برادر، کدام تو اگر ذره به ما اخلاص داری، محبت داری، نصیحت من برای تو همین است. برادر عزیز، به این دیسکان نزدیک نشوید. و حتی کدام اونا راستی کدام عالمی در سنگ زد تو گوش کردی تو گناهگار هستی. شما پیشواهاتون را پشتیبانی کنین، داملهاتون را حرمت کنین، به قدرشان رسین و به فایده جان تو و فایده آخرت تو میگوید. این بدبختی است به نام خدا. یک یهودی اعراض گرفته است. ولی ببینین تو یهودی دشمن خدا، دشمن اسلام اعراض عجیب گرفته است. اعراض مقصد ما را کمبود ما گرفته است. خودش یهودی که گویم دشمن خداست لیکن کمبودش بسیار گپی خوب گفته است. چی گفته است؟ گفته است مسلمان ها قرآن نمیخوانند. ببینن مسلمان ها قرآن نمیخوانند. غلط گفته. و شما اگر خدمتی در اسلام کدام میخواهید مردم قرآن خوان کنید. این مسجد ما شاید 4000 آدم زیادتر آدم دارد، ممکن 70% قرآن خواندن نمیتونه. و شما مردم قرآن خوان کنید، قرآن که در دستش گرفت باز لذت ایمانی او زیادتر میشود. شما جلب کنید مثل دیگر دامله هایی که داریم الحمدلله زانوها ماندگی تا بگار مردم تعلیم میکنند، مردم قرآن خوان کنید. باز در دوام همون یهودی چی گفت است؟ اگر قرآن هم که خوانند معناش نمیفهمند. ببینین اراده، ببینین کمبوده، ببینین ولی معنای قرآن ما نمیدانیم، بی سوادیم، بی فهمیم. این خدمت مرحمت قرآن خوان که مردم و مردم معنی قرآن درس بده. حتی گفته است اگر معناش هم که فهمند عمل ندارند. ببینن چه عجیب ارادی خوب گرفته است. و شما مردم عامل قرآن گردانید، عمل کننده در قرآن گردانید. چی بود از به همین 4 موضوعتان؟ این فتنه را ببین، این اختلاف را ببین، این پراکندگی را ببین، این دشمنی را ببین، همین خدمت است.
برای همین دادر عزیز از این دیسکا دور باش. این بحث علمی نیست، این مصیبتی در اسلام است. شما بسیارتر آنچه که به تربیه ما و شما و بسیارتر گوش کنید. من جمعه گذشته اعلام کرده بودم، باز به شما میگم دادر عزیز، رویش نماز رسول الله از دیدگاه امام ابو حنیفه، کتابی که الحال در پیش من است، جمیل احمد نظیری خدا برکت دهد، امو پیر تاجدین کسی باشد با حرف عروسی گردانده. از همین گرفته استفاده برین، سرچشمه مذهب ما و شماست. همش دلیل است، همش اثبات است. کسی میگه ضعیف است، دروغ میگه. همین گیرین دادر عزیز. انشاءالله یگان کمبود در این کتاب نیست. پیروی همین آنچه دلیلایی که از صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، ماجه خدا رحمت، از مصنف ابن ابو شیبه، بیهقی، طبرانی، از همه محدثا بیچاره جمع کردن آوردن. خدای السلام علیکم که حاجی مرزا، من یک سوال دارم، میخوام با سوال من با پررگی جواب دهید. در قشلاق شکرخان یک گروه زنان حضور دارند که عبارت از 20 نفرند. اینها روز 26 مارس خب اشگلان کردند. علاوه خصوص مادر من هم در همین معرکه بود. من با آنها گفتم که این کار را نکنید، آنها با من گفتند که تو کاری خودت را کن، وهابی. و اگر همین کار را نمی کردم بیگاهی 28 مارس باران نمی بارید. میخواستم که اکه حاجی مرزا با همین سوال در کسیت سوال و جواب و این عمل این زنها روشن‌تر خبر دهید. با احترام مخلصی شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. سوره نوح. اشگلان کردن به خاطر باران آمدن، اکو خدا رحمان و رحیم است دادرای عزیز. و الا اگر در همون ساعتی که اشگلان می شود بیشک از جانب خدا اگر عذاب بارد به نام الله ممکن است. وقتی انسان ها اشگلان میکنن و با اشگلان چکار میکنن؟ باران طلب میکنن. این قهر الهی را بیدار کردن است. مادر عزیز باران میپاره، شوهر تا حرمت کو، باران میپاره 5 وقت نماز تا بخوان، باران میپاره سر و گردن تا بپوشان. خدا در قرآن ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من اهل السماء والارض. پروردگار در سوره اعراف بیان میکنه مادر عزیز، اگر شما ای مردم دهه شکرخان، ولو ان اهل القرى، ای مردم شکرخان، ای مردم دیگر دهه هایی که حیات دارین، ایمان به خدا آرین و تقو از پروردگارتان به پررگی ترسین، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. قسم به نام بزرگیم دروازه های باران از آسمان کشاده میکنم. الله بیان میکنه، نمیگوید که اشگلان کن. اشگلان چی هستی؟ سوره نوح بود فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر شما خواهید که باران من در بالای سر شما ریزد، شما طلب مغفرت گناه به سوی خدا کنید. اینجا باران میآید. اشگلان این غضب خدا. شاید از روزی که تو اشگلان کردی تا امروز مردم باران ندید. این بدبختی اما اشگلانی تو است. ای خدایی، بر سرم ذکری خدا باشد، خدا را بنده ام. بر روحم شرم و حیا باشد، خدا را بنده ام. بینوایان منتظری خدمتی مردانه اند. راضی از من بینوا باشد، خدا را بنده ام. السلام علیکم آقای حاجی مرزا. من
حکیم جان شهروند شهر کولاب هستم. وقتی که ماهتاب یکم روز می شود مردم رو برای او نمیگرند و در دل چه آرزوی داشته باشند بیان میکنند. آیا درست است یا نه؟ بهترین صورتش کدام است؟ بله، وقتی شما ماه را دیدین، ماهی که نو می براید، ولی بعضی برادرها گفتند بعضی ها 3 بار از جاشو می پرند و اینش نو شده. این پریدن معنی نداره. شما وقتی رو برای همون ماهتاب ایستادین، قاعده سنت همین است: ای ماه، رب تو و رب من الله. فراموش نکن، تو هیچ قدرت نداری، تو هیچ توانایی نداری. آن اللهی که رهبر من است، آن اللهی که خالق من است، حکمران تو هم انمون الله است. پروردگارا دعا میکرده ایم خدای برای ما توفیق و سلامتی و ایمان کامل را نگه دار. انمین دعای است که حالت ماهی نو دیدند شما دعا کنید، لیکن حتمی اعلان کنید ای ماه، رب تو و رب من الله هست. یکی مبادای مثال مناجات نکنین ای ماه، ما از تو توفیق میخواهیم، ما از تو روزی میخواهیم، ما از تو دیگر که تو بیشک ایمان تبای میتی. دوم، بابای حاجی شما در هر موعظتان به مردم مسلمان میگوید که 5 وقت نماز رو در مسجد با جماعت گذارید و ما این را به خود قبول نمودیم. وقتی که ما به جمهوری روسیه می رویم نماز را در مسجد روزها گذاریم، درست است یا نه؟ خب برادر عزیز، اکنون مسجدها در روسیه شکر خدا اونجا هم آباد است. اونجا مسلمان ها در مسجد نصرانی ها نماز نمی خوانند یا نصرانی ها در مسجد مسلمان ها، بلکه اونجا هم مسجد ها وجود دارد، اونجا هم جمعات ها هست که هر روز ما با صدای تلفن با اونا صحبت داریم. برای همین اونجا هم که رفتین شرایط جماعت هم باشد جماعت کنیم، لیکن اگر شرایط جماعت ها نباشد در مسجد ها، در همون جایهایی که خوابین همونجا جماعت کنیم. انشاءالله شما ثواب جماعت البته میگیریم. خب السلام علیکم آقای حاجی میرزا، از روسیه دادنم با رفیقانش از شما خواهش دارم که با یک سوال آنها جواب گردانید. بسیار ضرور است بابای حاجی. آنها میگویند که از ساعت 12 تا 12:30 دقیقه وقتی خالگی دارند و بعد 12:30 دقیقه به کار میبرایند. بابای حاجی چی میشود که تا 12:30 دقیقه نماز پیشین را خوانند تا که نماز را قضا نکنند، تا نماز اصل آنها در کار میباشند. با احترام مقصد برادر عزیز این ساعت پیشین خوانی نیست. پیشین شما حد اقل از 20 کم خوانید، از 20 کم یک. اگر ضرورت باشه ما میتونیم که نمازهای پیشین ما نخوانیم اگر ضرورت باشه، لیکن ضرورت نباشه برادر عزیز شما میتونید که از همون ساعت 1 خوانید، اینش بهتر است. لباین خط ساعت روسیه را خود شل میگونند. من دوستی بار اونچه که با ما مطابق است من همین نگفتم. اگر با اونجا همین ساعتاتو نبینید که اگر ساعتها با این ساعتهای ما اگر فرقیت داشته باشه و با از این در بروقتر باشه نمازاتون درست نمیشود، خواه نمیشود، در این 12:30 هم نمیشود. محترم بابای حاجی السلام علیکم، ما یک گروه خوانندگان صنف دهم مکتب 51 از شما خواهش داریم با سوالهای ما تعجیلا جواب بدهید. همین وصیت‌نامه، مناجات‌نامه، نورنامه، جوابنامه ها را خواندنش درست است؟ ما از شخص پرسیم که خواندن وصیت‌نامه درست است و با ما گفت که خواندن و نگاه داشتن آن گناه عظیم است. از وصیت‌نامه شیخ احمد چنین آمده است که او 10 مراتبه در روی زمین می‌فراید، 8 مراتبه فر آمده است و باز 2 مراتبه دیگر می‌فراید. باز گفته است که می‌فرایم و سامانش را میگیرم. چی معنی دارد؟ برادر عزیز این کتاب ها را به همین خاطر ما شما را اجازه نمیدیم که خوانیم که اگر در یک صحیفه‌اش یگان سخنی راست و درست باشد دیگر اکثرش دروغند. بعضی سخنهای حق در داخل داشته باشند اکثریت جمله هاشون جمله های نادرست است. برای همین برادر عزیز از همه در تعلیم بهترین قرآن است.
تعلیم بهترین تو گویم که اینقدر ذوق داری به خواندن، میلی به قرآن کن، میلی به احادیث های رسول کن، انشاءالله اینجا تو حقیقت میابی. و دیگر گفتن آیا درست است که سترپوش یا حجاب پوش باشی و بغیر از نماز کتاب قرآن را نخوانی؟ ولی درست است اگر کتاب قرآن هم که نخوانی، سترپوش و نمازخوان باشی، خوش به حالت، لیکن کوشش که خواهر عزیز که باز از پای قرآن هم باش. از روی دین اسلام دختر را در کدام سن و سال به شوهر دادن ممکن است؟ اصلا حاضر دیگه این سن و سال اعتبار نیست، لیکن در جمعیت حاضره ما و شما از همون سن 18 امروز نکاح میبندن و زمانهای پیش دختر را کمی بروقتر هم میگرفتن. باز گوییم که یک جسم اونها یا قد و پست اونها گوییم یک مثال جسته های کلان داشتن یا یگان مقصد قوت و تواناییشون زیادتر بود. حاضر حتی این بچه ها را ببینیم، مثال یک خورده کچر میپرسی سنف چنده، میگه سنف 9 سنف 10، حالا که در اصل نگاه کنی میگه یا سنف 2 یا سنف 3 هست. یعنی بسیار جسم هاشون خورده و این خاطر حاضر همین سن و سالی که الحال نکاح دا آورده و گذاشتگیان همین بسیار مطابق موافق با که ندارن. برای با اینجا اگر حاضر ما یگان مسئله دیگر اگر با بیان کنیم با خلاف بعض قانون ها و نافرمی های زیاد می شود. و این خاطر همین شم شما دادرای عزیز تربیه خوب کنین، همه دخترکاتون تا همین سن سال در خانکاتون خوشرو نگه کنین، انشالله در پیشگاه خدا هر ساعتی که زیاد نگاهشون کردین همون قشما پیش خدا در با پاداشتون بلند می شود. السلام علیکم. نام عزیز حاجی مرزا، من هم مخلص شما از ناحیه واسه. من برادری دارم سالهای طولانی بیمار روحی می باشد. از شما التجا می کنم در حقش دعا کنید که با امر حق تعالی شاید شفا نصیبش گردد. با احترام مخلصان شما از واسه. خداوند این برادر عزیز شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب کند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم آقای حاجی مرزا، از شما خواهش میکنم با سوال من جواب گردانید. زنی که با گپ جادوگر باوری دارد ولی باز نماز میخواند، این چی میشود؟ ولی این نمازش نماز نیست. هر زنی که پیش جادوگر رفت او خانه حلال ندارد، او نکاح ندارد، او الله که گوییم ایمان کامل ندارد. و این خاطر خواهرای عزیز و مادرای عزیز هیچ وقت نزد جادوگرها و فالبین ها قدم نزنید که نماز تانم شما را هیچ وقت دستگیر نمی شود. بین زن و مرد چی فرق است در وقت نماز خواندن؟ چون که زنها میگویند که زن عذر دارد، نماز خفتنش را بر وقت میخواند. در آخر با پدرم دعا کنید که پدرم بیمار است، خدا پدر شما را شفای کامل دهد. لیکن نماز زن از مرد چی فرق دارد و این زن باید نمازش را بر وقت خواند؟ نه، وقت برای زن و مرد یک است و زنها باید نمازها را راستا خوانند. یعنی همه زنها باید نمازهاشون را راستا خوانند، یعنی نشسته نماز نخوانند که نمازشون نماز نیست. و فرق در بین نماز در مذهب خودمان امام ابو حنیفه این است که ما وقتی که نیت میکنیم دستهای ما و شما باید تا راست گوشهامان باشد. مثلا وقتی که الله اکبر میگویم دستهای ما و شما همین نرمی های گوش های تا راست، همین نرمی های گوش ما و شما را دست ما باید چی باشد؟ رفته رسد. لیکن زنها وقتی نیت میکنن اونا گویم که تا راست شانه شونه دستاشون میبردارن و در بالای سینه هاشون میبندن. ماها وقتی که الله اکبر گفتیم دستامون چکار میکنیم؟ در زیر ناف هامون میبندیم و جای داشتن مانم از پس پنجه است. همین بنده که دست از بعد پنجه تمام شدن دست ها را در اینجا 3 انگشت در بالا 2 انگشت دیگه حلقه می شود در زیر ناف هامون بند میکنیم. خب این است نماز که بین زن و بین مثال فرق دارد بین مرد و بین زن. زنها از آن قامت نمیگویند، ماها از آن قامت میگوییم. اونا گوییم که در حالتهای رکوع و در حالتهای سجده بسیار همه اعضاهاشون میچسبانند، ماها نمیچسبانیم. این شما میتوانید که از روایتایی که از حضرت عمر علی در همین روش نماز رسول الله از دیدگاه امام ابو حنیفه است خوانید، باز پرتر آگاه میشوید. دلیل‌هاش در همین کتاب وجود دارد.
خب آخران سوال میخونیم انشاءالله و دعا میکنیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من چند بار از شما شنیدم که خدا را تو میگویی، چرا خدا را شما نمیگویی؟ برادر با احترام مخلص شما، سوال تعجیلی. خب سلام اکای حاجی میرزا، در نماز سنت بامداد وقتی در مسجد در آمدین نماز فرض را نیت کردن، بعد نماز فرض سنت را خواندن ممکن است یا نه؟ شما آمدین که ما اصلا سنت را در خانه میخوانیم، سنت بامداد را در خانه میخوانیم، برای جماعتش مسجد میاییم. خب وقتی آمدین که جماعت قائم شده، شما سنت نخواندین، پس در این حالت در حال شما اول سنت خوانین بعد جماعت درآیین. اگر شما سنت خوانین و جماعت فوت میشود، این حالت در شما جماعت خوانین و بعد فرضش البته در مذهب خودمان سنت قضا داشتن نیست، سنت قضا داشتن نیست. تا حد الامکان ببینید که اگر امام دایره میکنین اول سنتاتون خوانین بعد در جماعت درآیین. این از قاعده این مسئله دوم. مسئله اولی که سوال دادین چرا ما خدا را تو میگوییم؟ زیرا که شما سوره فاتحه را خوانین الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. این که ضمیر به سوی تو می شود، کم در عربا ضمیر به سوی شما می شود. مثال داره عربها انت داره، انت صاحبی، تو رفیق من هستی. خب و اگر شما را استفاده بریم انتم، شما رفیقای ما هستید. لیکن ایاک نعبد، پروردگار تو را عبادت میکنم، از تو عبادت طلب میکنم. ببین از تو و الله یگانه هست و شما بسیار وقت شکل جمع میگویند. و این خاطر همیشه پروردگار به تو اگر مراجعت کنیم این جای یگان گویم که ندارد، به آدابی و گناهگاری ندارد. حتی در بسیاری دعاهایی که پیغمبر خدا کردن انت ربی آمده است، انت ربی، تو هستی ربی من، تو هستی ربی من. گفتم مراجعت همچنان آمدگی هست. و این خاطر دادر این یگان به آدابی و یگان کمبود سر نزده. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خب از جنازه مرحوم عبدالرسول یک مبلغ آوردن، از جنازه بابای دولت حسین خدا رحمتشون کند از قوم ما و شما بودن. دیروز همینجا شما با همراهیش خوانده بودیم، یک جای سلام کرده بودیم. ما که خفتند آمدن نتانستیم، لیکن خفتند آمدن، اونا هم نه آمدن، کدام خانه ده همون همسایه ها ده میشستن. سیوم رکعت یعنی نماز ویتر ده سلام میگه طرف راست دادن، چپ در ناد داده با پوش داده جان به حد تسلیم کردن. ببینید چقدر همینطور مردنی با عزت، مردنی با شرف، سوال طرف چپ ناداده جانش خدا قبض کرده. بابای دولت حسین همینجا کم کم شاعری هم میکرد، یادتان باشد سله داشت، ریشی سفیدی خوشرو داشت، همینجا شعر میخواند، رمضان در شعری رمضان میخواند. بسیار یک آدم خوب بودن، خدا رحمتشون کند. هی انسان هیچی نیست. برادر امید فرزندش بیمار است، زن حاجی سرخان حاجی افر دعا خواستند، طالب علم مدرسه دعا طلب کردند. مقسوم برهاندین، این برادر ما برهاندینی از پیروی مای 300 کیلو علی بستر آوردن. خب باز اینجا نیستاندن که باز در کار است، اگر یکان کسی دیگه باید 300-400 کیلو دیگه بیاره انشاءالله با بسیار خوب میشود. خب بعد یکان اوستای همین پلاستیک باشد پولش میتیم. بچه شما اینقدر 3 جمعه شد که دعوت داریم، پول بگیره که ما نمیگیم به پول. آی پایم روز یکان اینجا در شکر خدا کردم بچه ها، خدا خیر شد. اکثریتش با پول خور کرده گیم. اینجا در ما هم دعا میتیم هم پول، ولی دعای خالی نیست. بیاین اوستا برادر عزیز، بیاین اینجا در کار است، همین را تسترک کنیم.